اجنسی مبارزه با فساد و پالاتای حسابی تاجیکستان پس از تفتیش فعالیت مالیوی شعبه فرهنگی کلوب سوریا قاسم و هنرمند شناخته کشور را 15,000 سومانی جریمه کردند. روز 19 ایون نشریه پایک خبر داد که دلیل جریمه شدن سوریا قاسم و این است که گویا در کلوب زندگی نمی کند ولی همچون کارمند دسته هنری فلکی این شهر معاش می گیرد. صدبر قاسم و خواهر هنرمند در صحبت با رادیو آزادی گفت سوریا هرچند در کلوب نبود ولی پیوسته کارش را سری وقت اجرا می کرد. او گفت وظیفه دسته هنری که سوریا کارگری آن است شرکت در چهاربینی‌های فرهنگی در شهر و ولایت به شمار می رود. او در همه چهاربینی‌های شهر و ولایت اشتراک می کند. 52 سال است که در صحنه می باشد. جریمه کردنش شاید گپی کلان نبود ولی این به عزت هنرمند رسیدن است. بسیار وقت برای شرکت در چهاربینی‌ها هنرمندان را پول زیاد داده می‌آورند ولی سوریا رایگان در چهاربینی‌های رسمی سرود می‌خواند. راستی گپ چیزی را نفهمیدم، حیران شدم، گفت او. تلاش ما برای صحبت با سوریا قاسم و نتیجه نداد. صدبر قاسم و گفت او حالا همراه با دخترش فرزانه خورشید به ازبکستان برای شرکت در کدام چهاربینی رفته است. در ریاست مالی منطقه کلوب خبر جریمه شدن سوریا را تصدیق کردند. یک همصحبت رادیو آزادی در این نهاد روز 20 ایون گفت سیما باز فعالیت مالیوی تمام تشکیلات ها در کلوب سنجیده می شوند و جریمه سوریا نتیجه همین تفتیش است. مقامات اجنسی مبارزه با فساد و پالاتای حساب جریمه شدن سراینده را شرح ندادند. نشریه پایک نوشته است که سوریا قاسم و مبلغ جریمه را پرداخت کرده است. این مبلغ است که به گفته مقامات هنرمند گویا همچون معاش دسترس کرده است ولی کارش را انجام نداده است. نشریه از قبل علاوالدین دولتов سردار ریاست فرهنگی ولایت ختلان نوشته است که هنرمند کار خود را خوب انجام می‌دهد و همیشه وظیفه بر عهده‌اش گذاشته را اجرا کرده است. سوریا قاسم و هنرمند 64 ساله تا 3 سال پیش رهبری دسته فلکی نزد شعبه فرهنگی کلوب بود. او را از وظیفه برکنار کرده بودند ولی همچون کارمند عادی در این دسته کار می‌کرد. سوریا قاسم و از خردسالی در صحنه هنر است. حالا دخترانش شبنم سوریا و فرزانه خورشید نیز سرایندگی می‌کنند.